درود مجدد. اینجا کابل، قلب افغانستان، استودیوی مرکزی ملی اسپورت هست و شما بیننده ادامه افتخار هستید. باز هم مهمان دارم در استودیو، دو ورزشکار، دو نوجوانی که در رشته مبارزات آزاد و مشتزنی فعالیت میکنند. اینجا مهمان ما هستند و روی فعالیت های ورزشی این دو ورزشکار صحبت های می داشته باشیم. هر یک مجیب الله عظیمی و وسیم سلیمان خیل. وسیم جان، بسیار خوش آمدید به برنامه دوربینای ملی اسپورت. در خدمتت. سپاسگزارم. وسیم سلیمان خیل هستم، یک تن از فایتران کمپ تمرینی ستاره‌های افغانستان. بسیار خوب، بسیار خوش آمدی. همچنان مجیب الله عظیمی هم هست. بسیار خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خودت و تمام کسایی که ما را از پرده تلویزیون ملی میبینن و بسیار خوش آمدید به برنامه. مجیب جان، وسیم جان، بیایم ابتدا از فعالیت‌های خودت برای ما بگو. خودت در بخش مبارزات آزاد فعالیت داری. چند سال میشه که رو به دنیای مبارزات آزاد آوردی؟ تشکر بسیار جان. من مدت 3 سال است رشته میره تحت نظر استاد محمد موسی افغان به پیش میبرم که در این مدت 3 سال ما 16 مسابقه انجام دادیم که 14 مسابقه آماتور بوده و 2 مسابقه پروفشنال بوده و مسابقه اخیرم در ولایت خوست بود در سازمان الفسی. بسیار خوب. از 16 مبارزه که انجام دادی تمامش داخل افغانستان بوده یا اینکه بیرون از افغانستان هم مسابقه انجام دادی؟ بله تمی 16 مسابقه ما که بوده در مسابقات داخلی بوده و تا فعلا مسابقه بیرون مرزی نکردیم و پلان های آینده ان شاء الله پلان دارم که مسابقات بیرون مرزی برم. بسیار خوب، ان شاء الله به خودت برمیگردیم. مجیب الله عظیمی، در مورد آخرین بازی که انجام دادی روز البته جمعه گذشته در برابر پریفا بخت آزمایی کرد و سرانجام نتایج خوبی را به دست آورد. مجیب جان، بیایم ابتدا روی بازی های اخیرت صحبت بکنیم. چگونه حریفت زمینگیر کردی و در مورد رقابت هایی که برگزار شده بود جمعه گذشته یک معلومات بده به ما؟ مسابقه پروفشنال بود دیگه. تحت نام استاد ذکریا زمانی که از خاطر از این پیروزیش مسابقه را گرفته بود دیگه. حریفم نجیب الله تایسن نام داشت دیگه. تانستم 6 راوند گردش فایت کنم و در توسط امتیاز برنده میدان شدم. بسیار خوب. 6 راوند همراه تایسن افغانستان بوده دیگه. دیگه همین یک نام داشته. باز این 6 راوند 3 دقیقه‌ای بود. 3 دقیقه‌ای بود. نزدیک به 18 دقیقه شما مبارزه کردین. سخت نیست به نظر خودت؟ حالا سخت است، خود تمرین کنی باز دیگه آسان میشه برای تو. و خودت برنامه از چه قرار بود پیش از اینکه در برابر تایسن افغانی وارد رنگ مبارزه بشی؟ کدام برنامه داشتی که حتی در همی راوند نخست یا راوند دوم کار حریف یکسره بکنی، یا اینکه برنامه همی بود که باید حتی به راوند ششم بازی کشانیده بشه؟ نه، برنامه دیگه همی بود که باید تا آخر کار کنیم. باز آدم که یک پلان گرفت همون را باز عملی کنه. اگه من میخواستم مثال نکاوتش میکردم در راوند اول یا دو، باز همون کار میکردم. ولی روی کاغذ هر برنامه‌ای را که ترسیم کرده بودی به او جامعه عمل پوشانیدی. ان شاء الله کمی رقم پایدار باشی. و در مورد ای که این بازی فکر کنم در حرفه‌ای برگزار شده، پروفشنال. و در تا حالا چند مبارزه حرفه‌ای یا پروفشنال را به ثبت رساندی؟ 2 مسابقه حرفه‌ای یا پروفشنال کردیم که اردیش برده است. بسیار خوب. باز این مسابقه خودت در کدام سایت رسمی ثبت میشه یا خیر؟ در سایت رسمی خود استاد ذکریا میگه که در اون سایت آسیا که است. بله. در اون سایت دیگه میگه ثبت میشه دیگه. ببینیم دیگه چی میشه. مثلا در رشته مبارزات آزاد وقتی یک ورزشکار به گونه پروفشنال مبارزه میکنه، اموری کارد از او برد از او در سایت شیرداک یا پاتولوژی از او ثبت میشه. در مجزنی این مورد هست یا خیر؟ در مجزنی بعضی جا هست، بعضی جا نیست دیگه. نظر به سازمان است دیگه. نظر به سازمان. بسیار خوب. انشالله که مسابقه پروفشنال خودت هم ثبت بشه، چون خودش یک بک‌گراند کاری است برای هر ورزشکار. و زمانی که شما به بیرون از کشور برین دیگه به سایت شیرداک و ریکاردایتان سر میزنه، نمیگه که چند بازی را شما انجام دادین. و وسیم جان، خودت تا حالا
چند بازی رسمی را گفتی 2 بازی رسمی انجام دادی. این بازی های ثبت سایت شیرداک شده یا خیر؟ بله استاد محمد موسی افغان بسیار سپاسگزار هستم ازشان. خداوند عمر طولانی نصیبشان کند. وعده که برای ورزشکاران افغانستان میده او وعده خود استاد است و گفته هر مسابقه پروفشنال که یک فایتر در سازمان استاد موسی افغان او را فایت میکنه، او را ثبت شیرداک رسمی و پاتولوژی برش میکنه که از من خودم هم در ریکارد پروفشنال من در ثبت شیرداک رسمی ثبت شده. بسیار خوب. و گفتی 3 سال میشه که رو به دنیای مبارزات آوردی. از سنت هم بسیار کم معلوم میشه. تا اینجای کار این رشته ثقیل برات مشکل ساز نبوده؟ نخیر، ما تشکر میکنم از بیادر بزرگم و پدرجانم که مرا همیشه تشویق کرده و از دوران خودرکی ما که همی نظر به شوق علاقه که به می ورزش می داشتم و این نظریه را همراه با پدرجان و لالای بزرگم شریک ساختم و اونا گفتن که میتونی که این رشته را ادامه بدی و پیش بری. ما خواستم که شروع کنم تا فعلا شکر خدا کنم مشکل رو برام نامده و دچار حسیب نشد. انشالله که همین رقم برای ادامه بدی و پیروزیات و شاید لغزش خودت در رشته مبارزات آزاد نباشه. مجیب جان، خودت از برنامه‌های آینده برای ما بگو. پلان آینده از چه قرار است؟ دوست داری که باز هم داخل افغانستان مبارزه بکنی یا اینکه به فکر فتح مرزهای بیرونی هم هستی؟ نه خیر، نه بسیار خوب یک موضوع اشاره کردین. ما این مسابقه را کردیم، مسابقه پروفشنال دمی جمعه قبلی که بود. بله. دیگه ما این مسابقه را کردیم، ما منتخب شدم برای مسابقات تایلند بخیر بیرون مرزی. بسیار خوب. دیگه آمادگی یک برش میگیریم دیگه. 1-2 ماه بعد بخیر مسابقات تایلند است. بسیار خوب. دیگه موجود انتخاب شدیم ببینیم که چی میشه. بسیار خوب. حریفت که قرار است در تایلند با او مبارزه بکنی مشخص شده؟ فعلا نشده، یا دربارش صحبت میکنیم بسیار خوب. و این مسابقه از سوی ذکریای زمانی برای شما ترتیب میشه؟ بله. بسیار خوب. انشالله که بتونی در رقابت هایی که در تایلند برگزار میشه هم نماینده خوبی از افغانستان باشی. و وسیم جان، خودت پلان‌های آینده از چه قرار است؟ طبق آمارهایی که دست ما آمده قرار است که رقابت های مبارزات آزاد به میزبانی ولایت خوست برگزار بشه. آیا در او رقابت ها خودت سهم داری، مبارزه خواهی کرد یا خیر؟ تشکر بسیار زیاد. ما خود در این مسابقات که دور 13 LFC است سازمان استاد موسی افغان که در ولایت خوست برگزار میشه، در این دور خودم نیستم به خاطر که حریفم از ولایت لغمان است. مسابقه که مسابقه ما چلنجی می باشه و حریفم که از رومال حبیبی است، یکی از بهترینای ولایت لغمان است که تمام فایتران 48 کیلوی افغانستان چلنج داده و با میزبانی وقتی که در کابل آمد چلنج داد. در مسابقات ما خودم هم بودم و در وقتی که مسابقه را پیروز شد فایتران افغانستان چلنج کرد، ما چلنجش قبول کردم و در دور 13 که در ولایت خوست برگزار میشه ما آماده بودم که با مسابقه کنم، ولی حریفم آماده نبود و گفت که در دور 14 سازمان LFC بخیر در کابل فایت ما انجام میشه و بالای کمربند قهرمان ان شاء الله مبارزه میشه. بسیار خوب. حریفت کجایی بود؟ از ولایت لغمان افغانستان است. بسیار خوب. یعنی هموطنت از دیگه؟ بله. و تا حالا به فکر حریف بیرون مرزی نشدی و فکر نکردی؟ و دیگه که با ما رئیس سازمان LFC داده گفته که هر کس که پیروز میدان شد این مسابقه چلنجی را پیروز شد، خرچ مصارفی که امرایش بالایش میاد که همراه با یک فایتر خارجی مسابقه کنه در بهوده میگیره که فایت خارجی باید کنه. بسیار خوب. انشالله که اتفاق رخ بده و خودت هم در برابر رقیب بیرون مرزی بخت آزمایی بکنی. و در مورد ای که در محلی که شما تمرین میکنین فکر کنم خلیل ارسلانی هم هست. خلیل ارسلانی هم فکر کنم در سن و سال خودت باشه. ارتباطت با خلیل چگونه است؟ خلیل واقعا یک بازیکن فوق العاده با تجربه است. هر زمانی که با قفس گذاشته با پیروزی بیرون شده. ارتباط خودت در حال حاضر و دیگه هم تیمیایت که در سن و سال خودتان هست و در وزن خودت هست با خلیل ارسلانی چگونه است؟ از تجربه ارسلانی استفاده میکنین یا خیر؟ خلیل جان ارسلانی کسی یکی از پارتنرهای ما میباشه که همیشه در هر مسابقه مرا کمک کرده و تشویق میکنه مرا یک
گپ های به ما میزنه که من از او گپ های از او انرژی میگیرم در مسابقه خود و فعلا هم خودش در ولایت خود با عریف از کشور ایران جوره شده در سازمان الیفسی دور 13 و همتیمی های دیگه ما که ما 3 فایتر هستیم که در یک وزن در مسابقه میکنیم. از یک کلب خلیجان ارسلانی است، خودم هستم و حامد جان ناصری است که هر سه ما در یک رده وزنی مسابقه میکنیم. وزن 50 کیلو از 48 کیلو تا 50 کیلوگرم ما مسابقه میکنیم و از خلیجان که از ما و حامد جان که تجربه زیاد داره که مسابقات زیاد را انجام داده و از تجربه از ما استفاده میکنیم و سخنان با ما میگه که سخنانش ما انرژی گرفته میتونیم. بله انشالله که از تجربه بازیکنانی که واقعا عملکرد خوبی داره داخل قفس استفاده بکنین. موجب جان خودت در رشته موزنی بسیار کوتاه اگر اشاره بکنی الگویت که است و کار کدام ورزشکار را بیشتر دوست داری؟ الگوی من هیچ کدام الگوی ندارم، میخوایم خودم یک الگو باشم با مردم. ببینیم بخیر دیگه، توکل ما بسیار خوب. انشالله که خوب باشین و پلان هایی که زیر کار دارین به او جامعه عمل بپوشانین. بسیار تشکر از اینکه حضور پیدا کردین برنامه. از شما هم سپاسگزار هستم از اینکه تا اینجا بیننده افتخار بودید از میلی و میلی اسپورت. تا برنامه های دیگر شما رو به خداوند منان و بی‌نیاز میسپارم. بیننده بقیه برنامه های میلی اسپورت و میلی باشید.